وقتتان بخیر هەمڕانی گرامی و گرانقەدر. ما ساکنانی زاگرۆس بحرانهای زیست محیطی و منابعهای طبیعی را از اینجا میبینیم و مشاهده میکنیم که مسئولین چشم پوشی میکنن از کسایی که درختهای بلوط رو که سالها و قرنها خدمت دارن برای نفع شخصی و برای زمینخواری قتل عام میکنن. مسئولین یا چشم پوشی میکنن یا چشم انتظار زیرمیزی هستند. دوستان ما همیشه این موضوع رو مطرح کردن و من هم الان سوال میکنم که آیا مدیریت بحران برای کدام بحران ساخته شده و تأسیس شده؟ این رو بحران نمیدونیم که نسل اکثر حیوانات مناطق و منطقه ما منقرض شده. این را بحران نمیدونیم که درختهای و جنگلهای من قتل عام و هکتارها جنگل را نابود کردن. من از مردم سوال میپرسم آیا این بحران است یا نه؟ پروفسورهای این زمینه و این حوزه طبیعت جنگل را ریه کره زمین نامیدند که گاز کربونیک رو از هوا میگیره و اکسیژن رو به جانداران میبخشه. اگه مسئولین به جای این همه صد بیهوده و بی هدف درست کردن رو می آمدن درخت یا بلود می کاشتند، الان سفره‌های زیرزمین پر از آب بود و کشور هیچ مشکل آبی نداشت و هوای پاکیزه‌ای بود که تنفس کنیم. به اقرار مسئولین 60% آب ایران زاگرس تأمینش میکنه. اگه مانع این بحران عظیم واقعا این بحران عظیم نشین، زاگرس هم دچار نابودی زیادی میشه.